این کتابخانه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 دهاتی به نام میرعلی محمدعلیف ناحیه ایوازی دارای زیاده از 10,000 کتاب میباشد. سالهای زیاد در حالت ویرانه قرار داشت. اقدام نجیب معلم مکتب کوچه ریشنظروف به کتابخانه عمر دوباره بخشید. آموزگار بنا و تالار ویرانه کتابها را از حساب مبلغ‌های پس‌انداز نموده‌اش از تعمیر جاری برآورد. برای فروغ سویدانایی را همه تحصیلم کرد، همه را با حساب خودم 100 ویزش کردم. چقدر کتاب دارد؟ 5,500 کتاب‌های بدی دارم. 2,500 دانه کتاب‌های بچگانه دارم. با انا 10,000 دانه کتاب‌های درسی دارم. تالار کتابخانه اکنون باز هم سرودم گردید. خوانندگان به اینجا میآیند. اکنون ناامید نه، کتاب‌های دلخواهشان را پیدا کرده میتوانند. کوچه ریشنظروف همچون کتابدار در انتخاب کتاب به کودکان کمک رسانیده در یک وقت از آنها دعوت به عمل می‌آورد که همسالان و والدان خود را به کتابخانه دعوت کنند. او میگوید که کتابخانه مکتبی در دسترسی به کتاب‌های بدیعی خواهش همه را قانع کرده میتواند. امروز در کتابخانه ما بهر باز هم بهتر و خوبتر گذراندن همین چهاربینی فروغ سویدانایی و مهیا نمودن کتاب‌های لازمی برای آنها، من کتابخانه ما اثر نو تأسیس یافت. کتاب‌های نو به کتابخانه ما آورده شد با دستگیری سرور مؤسسه محترم رحمت باباجان که خیلی دستگیری زیاد کردن کتابخانه ما را برای خوانندگان شرایط‌ها مهیا کردند و مدیر کتابخانه هم در این بخش خیلی حصه کلان گذاشت. این است که امروز خوانندگان مکتب ما هم در فروغ سویدانی فعال اشتراک میکنند، هم در چهاربینی‌های دیگر از جمله مولوی خانی، رودک خانی خیلی فعال اشتراک کرده ایستادند. در این مؤسسه تعلیمی برای جلب نمودن نورسان با کتابخانه گوشه‌های ترغیباتی تشکیل نمودند. این گوشه نمونه از کاری محفل نوقلمان میباشد. نوشته‌های اعضایان محفل منتظم اینجا آورده میشوند. این لحظه از جمع آمد محفل است. مدینه سفر و یکی از اعضایان آن میباشد. او غالب آزمون مولوی خانی در ولایت این سال گذشته بود و این سال داوطلب آزمون جمهوری فروغ سویدانایی کتاب است بوده. باوری دارد در دو ولایتی آزمون راحت به جمهوری نصیبش میگردد. از نمینیت خواندن و ازبر نمودن ادبیات کلاسیک فارس تاجیک اشتراک می نمایم که من 150 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 100 بیت قصیده، 250 بیت داستان، 500 بیت دیگر نوعهای شعری از جمله قطعه، ترجمه، پند و اندرس‌ها و زیاده از 50 اثر کلاسیکی مطالعه نمودم. صدرالدین دولتعلی هم خواننده این مؤسسه است. او ذوق بلند شعرگویی دارد. در این گوشه نوشته‌هایش گرد آورده شدند. با شعرنویسی مشغول هستم و چکیدگی‌های خودم در روزنامه‌های روزهای خطلان، نوید آموزگار، گلخان باسه و نشریه جمهوری پیرو و نشر برآمدم. من بسیار شاد شدم که امروز در مکتب ما کتابخانه نو و زمانوی شده شد و ما نوخلمان از این کتابخانه الهام میگیریم و کتاب‌های نو را خوانده باز به خود شوق ایجادی ما بلند شده به خود غذای معنوی میگیریم. اعضایان محفل نوقلمانی مکتب همشون اعضایان کتابخانه هستند. خبری از نو فعال گردیدن کتابخانه مکتبی را نه تنها در ده بلکه در ناحیه هم با خرسندی استقبال نمودند. کارمند شعبه معارف ناحیه ادیب شمس‌الدین پرخانزاده با شنیدن این خبر به اینجا آمده کتاب تازه نشر خود را که از شعر و غزل‌های بلند میباشند به کتابخانه تحفه کرد. امروز گشوده شدن کتابخانه نو در مؤسسه رقم 34 این یک بازگویی است از این سیاست معارف پرورانه و فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت. من با باوری کامل گفتم میتوانم که مردم ما ازلا مردم فرهنگی بود و باز به فرهنگ رو آورد و شخص مردمی که وی فرهنگ است از فرهنگ و از تمدن و از تاریخ گذشته خود باخبر است. او به همه قوله‌های مراد میرسد و زندگی و سیاست او در سطح عالی جهانی قرار میگیرد. بیشک پیشوای معظم ملت همچون سیاستمداری سطح جهانی این را درک نمود و به فرهنگ و به تاریخ ملت رو آورد و امید است که ما با قوله‌های بلندی فرهنگ جهانی رفته میرسیم. همین طبق خبر کتابدار روزی گذشته از شهر دوشنبه زیاده از 500 کتاب‌های بدیعی به این کتابخانه تحفه کرده شده. باز شماره 1000 عدد کتاب‌های بچگانه در راه میباشند. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه ایواسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.